این روشیه که چطور از 10 تا شنا برسی به 100 تا شنا با یه متد مخفی که هیچ کس بهت نمیگه. تو هر روز کلی شنا میری ولی هنوز هیچ نتیجه‌ای نمیبینی. بعد از استفاده از این روش 99% آدما تو همون 3-4 روز اول جا میزنن و ول میکنن. اما اونایی که ادامه میدن تغییری توی شنا رفتنشون میبینن که تا حالا تجربه نکردن. ولی قبل از اینکه روش رو بگم باید یه چیزی رو بدونی. مثل بقیه مردم تمرین نکن. مثلا 5 تا ست 15 تایی. این کار تو رو به 80 تا شنا توی یه ست نمیرسونه. در عوض باید ستای کمتری بزنی اما هر کدوم رو تا ناتوانی کامل ادامه بدی، جایی که واقعا دیگه نتونی حتی یه دونه شنا بزنی. اگه این اصل رو رعایت کنی میتونی تو کمتر از 2 ماه از 10 تا برسی به بالای 50 تا شنا توی یه ست. اسم این روش مخفی شنای نردبانیه. با سخت‌ترین مدل شنایی که میتونی بزنی شروع کن. مثلا با شنای پا روی بلندی شروع کن و پشت سر هم بزن تا ناتوانی. بعد بلافاصله سویچ کن روی شنای معمولی و سپس تغییر بده به شنای دست روی نیمکت و در آخر برو سراغ شنای روی زانو و ادامه بده تا ناتوانی. این روتین رو 2 تا 3 بار در روز و 3 تا 4 بار در هفته انجام بده و حتما نتیجهش رو بعد از انجام دادن اونم طی 1 هفته بیا تو کامنت ها به من اطلاع بده.